ساکنان دهه‌های قرغزنشین که در پی مناقشه روز 22 ایول راه واروخ اسفره را بسته بودند، صبح امروز پنجشنبه 25 ایول باز شد. با استناد به مقامات حکومت اسفره رادیوی آزادی اطلاع می‌دهد که صبح پنجشنبه 25 ایول 5 تن از زخمیان را که در بیمارستان واروخ منتظر باز شدن راه بودند به بیمارستان مرکزی اسفره انتقال دادند. کریمه حکیمه و سردختر بیمارستان واروخ به رادیوی آزادی تصدیق کرده است که این 5 زخمی که به جراحی نیاز داشتند صبح امروز به شهر اسفره برده شدند. طبیبان قبلا وضع این زخمیان را جدی ارزیابی کرده گفته بودند که به جراحی نیاز دارند. اقبال تشایف سخنگوی حکومت شهر اسفره گفت که باز شدن راه نتیجه مذاکرات 2 روزه مقامات بلندپایه دو کشور می باشد. از گزارش دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان دانسته شد که امامعلی رحمان و سارانبی جیمبیکوف فردا جمعه 26 ایول در چهارراه‌های واروخ آقسای یکدیگر را استقبال نموده با ساکنان مناطق مرزی ملاقات می‌کنند. همچنین دفتر مطبوعاتی پرزیدنت قرغیزستان خبر داد که سارانبی جیمبیکوف جلسه اضطراری دایر نموده مسئله راه حل‌های قضیه مرزی را با کابینه‌اش بررسی کرده است. Ситуация на кыргызско-таджикской границе находится под контролем президента Кыргызской республики Джейнбека. وضعیت در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان تحت نظارت پرزیدنت جمهوری قرقیزستان سورونبek جیینبکوف قرار دارد. در حال امروز مقامات حفظ حقوق و مقامات سرحدی جمهوری قرقیزستان و جمهوری تاجیکستان طبق سازشنامه عملی برای گذرانیدن تحقیق سبب‌های واقعه و معین نمودن جنایتکارانی که در این رخداد دست دارند چاره‌ها اندیشیدند. همچنین برای رخ ندادن چنین حادثه ها رسما گفت و شنید به عمل آمد. امروز راه‌های مرز گشوده اند. وضع به اعتدال آمده است. به مردم تهجوی منطقه کارهای فهماندهی گذرانیده شده است. قضیه در سطح راهبران دو کشور گفت و شنید خواهد شد. با برابر معین شدن واخوری روز و ساعت سران دو کشور راه‌ها گشوده شدند. اما طول 3 روز مجروحان بدون شرایط لازمی به خاطر بسته بودن راه در بیمارخانه دهه واروخ نگاه داشته می شدند. حال زار تیرخوردگان و زخمی شدگان را مدت این 3 روز حتی تصور کردن دهشتناک است. اما نمایندگان دو جانب به این موافقه نرسیدند که اقلاً توسط چرخبال مجروحان به بیمارخانه مرکزی شهر انتقال یابند. این عمل می توانست حتی از جانب مقامات قرغیزستان صورت گیرد، به شرط به این قضیه مدهش مقامات قرغیزستان ناپسندانه رفتار نمی کردند. اینجا می خواهم دقت شما را به این یک خبر جلب کنم. وزارت امور داخلی قرغیزستان خبر داد که گویا دیروز 24 ایول تخمینا ساعت 6 سحر ساکنان دهه آقسای خواستند راه اسفره واروخ را با ریختن سنگریزه ها در راه بندند. مأمورین میلیسه از ساکنان خواستند که این عمل غیر قانونیشان را خاتمه بخشند. در پاسخ ساکنان به سوی کارمندان حفظ حقوق سنگ انداختند که در نتیجه 4 مأمور میلیسه مجروح شد. اینجا مقامات قرغیز نشان دادن می‌خواهد که گویا خواهشمند کشاده بودن راه هستند. این ساکنان بودند که تجمع کردند و علاج کشادن راه نیست. اما چرا اگر اراده وجود داشت دو کشور با هم گفت و شنید کرده مجروحان را در وقت لازمی به چرخبال به بیمارخانه مرکزی انتقال ندادند؟ دانسته می شود که مجروحان در گفت و شنیدهای دو جانب به مثال یک سگ ارزش نداشتند. گفت و شنید آنها که هیچگاه نتیجه و محتوایش رسانه‌ای نمی شود انیق است که بیشتر به منفعت دایره های محدود است، نه مردم. به این نوار اهمیت بدهید. در کشورهای متمدن حتی برای نجات یک سگ چرخبال می‌فرستند تا سگ را از غرق شوی نجات دهند. در ما باشد 13 نفر مجروح و تیرخورده در وزنین ترین شرایط طول 3 روز میماند و حتی حکومت مسئله انتقال مجروحان به بیمارخانه را 3 روز کشال می‌دهد. یک مسئله دیگر خیلی نگران کننده است. این هم باشد نهایت دوراندیشی و ملایم رفتار کردن رهبریت حکومت تاجیکستان به این قضیه می باشد. حکومت تاجیکستان را میشد درک کرد که این قضیه قتل و کشتار مجروح کردن های تاجیکستان از جانب شهروندان قرغیزستان یک بار و دو بار شده باشد
و حکومت تاجیکستان در کوشش با طور آسایشته حل کردن قضیه باشد. اما همگان میدانیم که گستاخی کشور همسایه از حد گذشت. مگر نمیشد که بعد این همه تلفات‌های جانی جانب تاجیکستان از جانب بین المللی طلب کند تا یک کمیسیون مخصوص بین المللی تشکیل شود و به این قضیه رسیدگی کنند؟ در این باره عزت امان سیاستدان تاجیک به ما اندیشه خود را ابراز میکند. با گمان من اول اینکه قضیه هنوز تا به اون درجه نرسیده است که ناظران بین المللی یا همون تشکیلات های بین المللی در این کار دخیل شوند. اونا گفتن نماند که این دو کشور همسایه و دوست، یعنی دوست در ناخنک، در تمام اینستیتوت‌های بین المللی، در تمام قراردادهای بین المللی، هم در سازمان ملل و هم تشکیلات‌های منطقه‌ای مثل ODKB و شاس یعنی شانگهای، اینا با همند. یعنی نمیتوند که مثلا ODKB در این کار داخل شود، چون که هم تاجیکستان و هم قرقیزستان وارد یک تشکیلات نظامی هستند. امکان وارد شدن قضیه یعنی داخل شدن قضیه خطای هست، چون که در اون منطقه بیشتر منفعت خطای زیر سوال می روند. چین اگر که یکون درگیری صورت گیرد، ولکن شما نگاه کنید که سرمایه‌گذاری چین در قرقیزستان بیشتر از سرمایه‌گذاری تاجیکستان است و در واقع قرقیزستان و مردم قرقیزستان و حکومت قرقیزستان برای چینی ها و به حکومت چین نزدیکتر از تاجیکستان است. برای همین انتخاب برای چین خیلی وزنین تمام خواهد شد. همینطور هم همین دو کشور تاجیکستان و قرقیزستان برای روسیه یک بازیگر مهمی منطقه، هر دو این کشور از شریکای استراتژی روسیه حساب می‌خورند و برای روسیه و برای کرملین هم انتخاب بسیار مشکل خواهد بود. و نیز من گمان نکنم که قضیه تا به اونجای حرکت کند که درگیری بین این دو کشور صورت گیرد، چون که منافع تاجیکستان و حکومت تاجیکستان زیر خطر خواهند بود. یعنی راه از جانب قرقیزستان با تاجیکستان برای ما یک راه استراتژی است. یادرس می‌شویم که 22 ایول سال 2019 ساکنان جماعت واروخ شهری اسفرت در جریان آمادگی‌ها به سفر کاری امام علی الرحمن و ملاقات او با پرزیدنت قرقیزستان به کارهای آبادانی مشغول گردیده در سمچوب حدود جماعت واروخ پرچم تاجیکستان را آویزان نمودند. در نتیجه بین ساکنان نزد مرزی دو کشور مناقشه به میان آمده، یک نفر شهروند تاجیکستان تیر خورده به هلاکت رسید. زیاده از 10 نفر زخمی شدند. همچنین فردای این حادثه 23 ایول 3 نفر دیگر شهروندان تاجیکستان تیر خورده زخمی شدند. گفته می شود یکی از این زخمی شدگان نظامی بوده است و حالش وخیم ارزیابی شده بود.